درود بیننده عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رادیو آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم و همراه شما. امروز جمعه 8 مارس است. نخست از وضع باد و هوا در تاجیکستان می گوییم. بنابر اطلاع اداره باد و هواسنجی، هوا در شهر دوشنبه نیمه ابری است و 7 درجه گرمی دارد. در دوام روز تا 16 درجه گرم شدن آن پیش بینی می شود. حرارت هوا در ولایت های سوخت و ختلان 6 و 7 درجه گرم است. در دوام روز تا 16 درجه گرم خواهد شد. سرترین حرارت هوا در شهر خاروق مرکزی ولایت مختار بدخشان به قید گرفته شده است که 6 درجه زیر صفر است. بیننده ارجمند، برنامه را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. امروز 8 مارس در سراسر جهان روز بین‌المللی زنان تجلیل می شود. در تاجیکستان چند سال باز 8 مارس را به حیث روز مادران تجلیل می کنند و رسما این روز استراحتی به شمار می رود. روز بین‌المللی زنان از گردهمایی زنان کارگر آمریکا در شهر نیویورک در 8 مارس سال 1857 منشأ می گیرد. تقاضای زنها در گردهمایی کاهش ساعت کاری و برابر کردن معاش زنان کارگر با مردان بود. این زنان توانستند از طریق اعتراضات گسترده طلبهای خود را برآورده سازند. بعداً روز بین‌المللی زنان از آمریکا به اروپا کوچید و در اتحاد شوروی سابق نیز تجلیل میشد. بعد از برهم خوردن اتحاد شوروی 8 مارس چون عید بانوان در قلمرو پسا شوروی باقی ماند، ولی در تاجیکستان شروع از سال 2010 روز بین‌المللی آزادی زنان تبدیل به روز مادر گشت. اکنون و من بعد در تقویم تاجیکی 8 مارس با خط سرخ به عنوان روز مادر و تجلیل می شود و روز استراحتی است. با استفاده از این فرصت تمامی زنان و بانوان و مادران را در تاجیکستان با این جشن تبریک می گوییم و برایشان خوشی های روزگار را تمنا داریم. و بیننده ارجمند رو میاریم به خبرهای دیگر. کشاورزان تاجیکستانی در ارمنستان دست به اعتراض زده از حکومت این کشور تقاضای پرداخت معاششان را کردند. در این باره پایگاه اطلاعاتی سپوتنیک روسیه خبر می‌دهد. این کشاورزان در ارمنستان به خاطر کشتی پخته جلب شدند. کشاورزان پخته‌کار تاجیک اظهار داشتند که از جانب صاحبکار با نام گاگیک خچیکیان برای راه اندازی پرورش پخته در وادی ارکس ارمنستان جلب گردیده بودند، اما 6 ماه باز معاششان را نگرفتند. پخته‌کاران تاجیک اظهار داشتند که در مجموع 10 نفرند ولی معاششان را گرفتن نمی‌توانند. آنها افزودند که 5 نفر از آنها الکی به تاجیکستان برگشتند، اما باقی مانده ها حتی مبلغ برای بازگشت ندارند. فعلا نظر گاگیک خچیکیان درباره این قضیه معلوم نیست. خچیکیان تیر ماه گذشته اظهار داشته بود که با کمک متخصصان تاجیکستانی از جمله کشاورز با نام عبدالله خیرالله در وادی ارکس پرورش پخته را راه اندازی کرد، در حالی که بسیاری ها به نشو نمای خوب پخته در ارمنستان باور نداشتند. خچیکیان و عبدالله خیرالله بر رسانه‌های این کشور از حاصل خوبی پخته در این منطقه خبر دادند. این صاحبکار ارمنی قبلا طی قریب 20 سال به صادرات پخته از تاجیکستان مشغول بوده است. گرگ ها در دهه مدینخوار جماعت پارشنوی ناحیه شغنان باز به یک کودک 5 ساله حمله کردند. روز گذشته در همین دهه 2 زن در پی حمله حیوانات وحشی جان خود را از دست داده بودند. هیکمن قلندربیکوف رئیس جماعت پارشنو روز 8 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت حادثه حمله گرگ ها به کودک خردسال شب گذشته اتفاق افتاده است. به قول جناب قلندربیکوف بعد حمله حیوان وحشی پدر کودک توانسته است او را از دست گرگ ها خلاص کند. مقامات میگویند از دیروز به این طرف برای نابود کردن گرگ ها دست به کار شدند. به گفته مسئولان با راه شکار میخواهند خوف حمله گرگ ها به ساکنان جماعت پارشنوی ناحیه شغنان را کم کنند. این جماعت به گفته راهبرش 9 دهه دارد که همه آنها از خوف حمله حیوانات وحشی ایمن نیستند. ضمناً روز گذشته در پی حمله گرگ ها در جماعت پارشنوی ناحیه شغنان عمل بگیم تشریف بیکوی 83 ساله و دخترش مستی بیگیم دوندوی 55 ساله جان باختند. مسئولان جماعت پارشنو میگویند در دوام 10 سال اخیر بار اول است که گرگ ها به ساکنان هجوم میکنند. جان مارک پومرشایم سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان گفت که در جریان کار خود به تقویت همکاری ها از جمله تجارت و کشاورزی، امنیت و معارف و تأمین ولایت قانون تلاش خواهد کرد.
او روز 7 مارس در یک پیام ویدیویی که با زبان تاجیکی و انگلیسی صدا داد گفت همراه همسر و 3 پسرش بی‌صبرانه منتظر آمدن به دوشنبه است. پامرشایم افزود که 29 سال باز به حیث دیپلمات کار میکند و قبلا در روسیه و بلاروس، چین، ژاپن و قزاقستان بوده است. من و همسرم ناتالیا بی‌صبرانه انتظار هستیم که با طبیعت حیرت انگیز تاجیکستان و فرهنگ بوی آن از نزدیک شناس شویم، گفت او. مارک پامرشایم در پیام ویدیویی میگوید هنگامی از خود کردن زبان تاجیکی درباره مهمان نوازی و ادبیات تاجیکان نیز معلومات گرفته است و امید دارد که با اهل خانواده‌اش به سیاحت کوهی مشغول شده از آش پلوی تاجیکی نیز لذت ببرد. نامزدی این دیپلمات سابقه‌دار به مقام سفیر امریکا در تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته پیشنهاد شده و روز 7 ژانویه امسال تصدیق گردید. وی در ماه فوریه امسال در واشنگتن سوگند یاد کرد. مارک پامرشایم سابقه خبرنگاری هم دارد و در دفتر تلویزیون CNN در روسیه کار کرده است. او جایگزین خانم الیزابت میلر شد که بعد انجام مسئولیت‌هایش سال 2018 تاجیکستان را ترک کرد. و بیننده ارجمند رو می‌آوریم به خبر دیگر. لطیفی پیدروم یکی از چهره‌های معروف تاجیکان در صحنه سیاسی افغانستان و نامزد به مقام ریاست جمهوری آن کشور در حمله روز پنجشنبه در مراسم یادبود یکی از قهرمانان قوم هزاره در کابل زخمی شده است. شاهدان در محل حادثه به خبرگزاری‌های محلی افغانستان گفتند که در نتیجه برخورد یکی از موشک‌ها در نزدیکی این مراسم 3 تن جان باختند. با گزارش خبرگزاری‌ها این مراسم در منطقه دشت برچی واقع در غرب شهر کابل دایر شده بود. به نوشته BBC در این مراسم مقام‌های دولتی افغانستان از جمله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، حامد کرزی پرزیدنت پیشین، محمد اتمر حنیف نامزد ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رئیس حزب جمعیت اسلامی محمد محقق رهبر حزب اسلامی مردم افغانستان و دیگر شخصیت‌های سیاسی اشتراک داشتند. ترکش شهر کابل قبل از ظهر روز پنجشنبه 7 مارس در مراسم یادبود عبدالعلی مزاری یکی از رهبران قوم هزاره افغانستان که در زمان حکومت طالبان کشته شده بود رخ داد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که یک حمله کننده کشته شده و تعداد دیگری آنها در محاصره قرار دارند. مسئولیت این حمله را تا هنوز هیچ گروه بر عهده نگرفته است. لطیفی پیدروم رئیس حزب کنگره ملی و نماینده مردم بدخشان در پارلمان افغانستان و از اعضای فعال ریاست جمعیتی پیوند است. لطیفی پیدروم در 2 دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد بود و این شاعر و سیاستمدار تاجیک تبار افغانستان در تحکیم رابطه‌های میان فارسی زبانان و خصوصا دایره‌های ادبی تاجیکستان و افغانستان سهمی بارز دارد و در حلقه‌های ادبی و سیاسی تاجیکستان اعتراف شده است. عبداللطیف پیدروم زاده دروازی بدخشانی افغانستان می باشد. بیننده ارجمند نویدی بامدادی رادیو آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. اگر شما هم خبر و یا ویدیویی دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما میرسانیم. تلفن های ما برای تماس +420 724 053 959 یا +420 724 056 681 است. توسط ایما، واتساپ و یا وایبر و تلگرام با هر راهی که خواستید به ما نویسید و یا ویدیو فرستید. رو به خبرها از خارج تاجیکستان. برای اولین بار ایالات متحده آمریکا گلنوره کریمووا دختر پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف را به رشوت ستانی در مقیاس بین‌المللی و طرح پایمال نمودن قانون‌های ایالات متحده آمریکا در رابطه با فساد متهم کرد. این عیبنامه را روز 7 مارس دادستانی کل ایالات متحده آمریکا اعلان کرد. چند روز پیش از آن در تاشکند مقامات ازبکستان گلنوره کریمووا را با پایمال نمودن آیین‌نامه حبس خانگی متهم کرده او را به زندان انتقال دادند. روز 7 مارس پول منافورت سابق رئیس معرکه انتخاباتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و سابق مشاور سیاسی حکومت اوکراین به مدت 47 ماه زندانی شد. ماه اوگوست سال گذشته دادگاه منافورت را برای فرار از سپردن انداز و عملیات غیرقانونی بانکی مجازات کرده بود.
پرونده منافورت را دادستان مخصوص رابرت میولر که دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا را تحقیق میکند مطرح نموده بود. بر پای عیبنامه اخیر منافورت برای مشورت‌های سیاسیش در سالهای حکمرانی رو به کرملین اوکراین میلیون ها دلار کسب نموده از این درآمدش انداز نسپرده است. سناتور ایالت اریزونا عضو حزب جمهوری‌خواه مارتا مکسالی گفت که هنگام خدمت در نیروهای هوایی از جانب افسری بلندپایه تجاوز شده بود. مکسالی 52 ساله در این باره روز گذشته در سنات هنگام بررسی مسئله جلوگیری از آزار جنسی در خدمت نظامی صحبت کرد. به گفته مکسالی او سالها در این باره خاموش بود، زیرا خود را گناهکار می‌دانست و به ساختار نظامی باور نداشت. اما وقت ضرورت گفتن آنچه از سرش گذشت به میان آمد. واکنش او را به وحشت آورد و می‌خواست از کار رود. مکسالی گفت می‌خواست در این باره با نظامیان صحبت کند، اما احساس کرد که دوباره از جانب ساختار به اصطلاح تجاوز می‌شود. با گذشت زمان در ساختار نظامی چنین رسوایی‌ها بیشتر می‌شدند، ولی نظامیان به آنها واکنش نشان نمی‌دادند، گفت او و افزود برای همین گفتن این حادثه را خیلی مهم می‌شمارد. مارتا مکسالی 26 سال در نیروهای هوایی خدمت کرد. او از اولین زن‌هایی بود که در عملیات‌های حربی نیروهای هوایی آمریکا اشتراک داشت و نخستین زن در مقام فرمانده اسکادریله بود. او سال 2018 بعد مرگ سناتور جان مکین جای او را در سنات اشغال کرد. مکسالی همچنین گفت که هنگام خدمت نظامی از طرف مربی مکتب نیز مورد آزار جنسی قرار گرفته بود. بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه با درخواست‌های شما بیننده گرامی قربی سامانی را در برابر دیگر اسعار خارجی یادرس می‌شویم. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی امروز $1 به 9 سومانی و 43 درم و 1 یورو واحد پول اتحادیه اروپا به 10 سومانی و 67 درم برابر است و 1000 روبل روسی بر عوض 143 سومانی داد و ستد می‌شود. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان نویدی بامدادی. تا برنامه‌های بعدی، خداحافظ.